سلام بچه‌ها، بیام با هم دیگه یه روتین پوستی انجام بدیم. این داستان ماسک ورقه زیر چشم. بچه‌ها کلا این ماسکا رو من خیلی دوست دارم، باعث میشه که لبم دیگه پوستی نشه و این وسط فستانم سر رفته بود، منتظر بودم یکم بادی اسپلش اوت کلون. بچه من عاشق این اوت کلونم، بوش انقدر خوبه، یه حس خیلی جالبی داره. میدونی وقتی که این ماسکا رو برمیداری واقعا خیلی خوبه. بعدش دیگه حالا یکم آبرسان و مرطوب کننده میزنیم، ولی خب این دل بخواهیه، یعنی خیلی ها هم از این آبرسان و مرطوب کننده نمیزنن، ولی من زدم چون که پوستم رو نرمتر میکنه. بچه پوستم انقدر نرم شده که اصلا حد نداره. بعدش هم یه دونه سرم میزنیم که آبرسانیش بیشتر بشه. دیگه میریم سراغ موهامون. بچه من موهام خیلی بلند شده و در طول روز بالای دربار فقط به سرم میزنه که برم موهامو کوتاه کنم، ولی خب نمیشه، یعنی دلم هم نمیاد که این کارو بکنم. یه ذره روغن آرگانم میزنیم و تمام. بچه دوستتون دارم، فعلا بای بای.